دهمرده تقریبا از 18 تیره تشکیل شده که هر 18 تیره متشکل از اهل تسنن و اهل تشیع هستند. افراد طایفه بدور از تنش‌های قومی و مذهبی و به صورت برادرانه به طوری در کنار هم زندگی می‌کنند که امروز طایفه دهمرده نماد وحدت در جمهوری اسلامی ایران معرفی میشه. افراد این طایفه در جغرافیایی به وسعت جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنند و ارتباطات بسیار بسیار نزدیک دارند. اگرچه در دهه‌های گذشته شاید این ارتباطات کمتر بود، اما به خصوص در دهه اخیر که کادر رهبری این طایفه در جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و این کادر رهبری با برگزاری همایش‌ها و سمینارها و یادواره‌های مختلفی که برگزار کرد، این افراد در همدیگر رو شناسایی کردند و اکنون بسیار بسیار مفتخرم اعلام کنم که این طایفه از جایگاه بسیار ویژه‌ای در کشور جمهوری اسلامی برخوردار است. خوشحالم از این که سایر برادرانم رو در سایر کشورها، اهم از کشور دوست و برادرمون کشور افغانستان و کشور پاکستان و ترکمنستان و سایر عزیزانی که در سایر کشورهای دنیا زندگی میکنن و امروز در کنارشون هستیم از طریق فضاهای مجازی، خدمت همه شما خوش آمد عرض میکنم. اگرچه ما در ابتدای راه قرار داریم و انشاءالله راه بسیار بسیار طولانی در پیش هست، خوشحال میشم اگه ما همین همایش ها و سمینارها رو به صورت جهانی برگزار کنیم که افراد طایفه از تمام کشورهایی که در اونها حضور دارن در اون همایش شرکت کنن و از همین جا بنده به نمایندگی از طایفه بزرگ دهمرده در کشورم جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود رو برای میزبانی همه شما عزیزان و بزرگواران اعلام میکنم. انشاءالله که مورد قبول همه شما عزیزان واقع شده باشه. طایفه دهمرده با شورای کادر رهبری که داره در کنار سایر طوایف در سالیان درازی که با هم زندگی میکردن همچنان به صورت برادرانه و بر اساس حسن همجواری با هم زندگی میکنند. اگر خدای ناکرده سوء تفاهماتی ایجاد بشه، این کادر رهبری به نمایندگی از طایفه در کلیه مراحل به جد پیگیر هست تا این مسائل حل و فصل بشه. افراد این طایفه با توجه به جمعیت بسیار زیادی که دارن در تمامی در واقع سطوح شغلی مشغول به کارن. ما بسیاری از افراد طایفه‌مون اساتید دانشگاه هستند، پزشکان بسیار بسیار خوب و متبحر و متخصصین بسیار خوبی داریم، دندانپزشکان بسیار خوب و موفقی در این منطقه داریم. حتی در حوزه اداری کشور نماینده مجلس شورای اسلامی ما از این طایفه داریم. در حد مقامات کشوری و لشکری به خصوص در همین حوزه سیستان که زندگی میکنیم فرماندار داشتیم و همچنان هم داریم.